سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب و اوضاعتون میزون باشه. خب بریم سراغ تحلیل هفتگی. قبل از اینکه با هم دیگه شروع کنیم کانال ما رو سابسکرایب کنید، صفحه اینستاگرام ما رو حتما دنبال کنید و بتونید از آموزش هایی که به صورت روزانه در اینستاگرام میذارم حتما بهره ببرید. خب بریم سراغ یورو دلار و ببینیم که در تایم فریم ماهانه به پایین چه چیزی برای ما وجود داره و ما میتونیم خیلی تر و تمیز توش دنبال موقعیت برای خودمون باشیم. توی تایم فریم ماهانه میبینیم که کندل های ماهانه ما از چند ماه گذشته یه جا گیر کرده. پس تو تایم ماهانه ما یک رفتار کاملا رنج رو داریم از بازار میبینیم، اما یک نقدینگی در سقف و یک نقدینگی در کف رو برای ما به همراه آورده توی تایم فریم ماهانه که به هیچ کدومشون نفوذ نکرده، بلکه کندل ها دارن پشت سر هم استاپ زنی میکنن در کندل ماهانه. این کندل به این صورت، این کندل به این صورت و اینجا هم به همین صورت. اتفاق خاص دیگه‌ای در تایم فریم ماهانه برای ما نیفتاده. خب میریم سراغ تایم فریم هفتگی و ببینیم که در تایم هفتگی چه اتفاقی رو قیمت میتواند برای ما رقم بزن. توی تایم فریم هفتگی در یورو دلار ما اینجا تقریبا میشه گفت یک نقدینگی سقف یکسان داریم که احتمالش زیاد هستش قیمت بهش یک نفوذ ریزی داشته باشه، شاید هم نداشته باشه. باید ببینیم چه تاییدیه‌ای رو به ما میده. قیمت یک نفوذ ریزی بهش داشته باشه و بریزه به سمت پایین و این اوردر بلاکی که در تایم فریم هفتگی برای ما وجود داره بالای این سطح ایکوال هایز وجود داره که میتونه برای ما مهم باشه. پس نقدینگی که در تایم فریم ماهانه علامت زدیم میتواند برای ما مهم باشه و این میتونه بازار رو بکشونه تا سمتی که قیمت بیاد و این گپ قیمتی رو برای ما پر کنه. پس حواسمون باشه به این نقاط که ببینیم به چه صورتی، یا قیمت از اینجا میریزه به سمت پایین یا از همین کندل و یا میره بالا، اوردر خودش رو تست میکنه و میره به سمت پایین. پس هدف ما برای هفته آینده میتواند ریزش یورو دلار باشه. بریم تو تایم فریم روزانه و ببینیم که در تایم روزانه چه چیزی برای ما وجود داره. خب توی تایم فریم روزانه ما اینجا یه دونه اوردر بلاک روزانه هم برای خودمون داریم که میتواند این اوردر بلاک برای ما مهم باشه، هرچند که این اوردر بلاک قبل این که قیمت بخواد واردش بشه سطح نقدینگی هم برای ما داره. پس این سطح نقدینگی هستش، این رو با چیزی اشتباه نگیرید. و میبینید که اینجا یه دونه اوردر بلاک روزانه برای ما وجود داره که مقدار گپش هنوز پر نشده در تایم فریم هفتگی و همسو هم راستایی با این اوردر بلاک روزانه ما یک منطقه گپ قیمتی در تایم فریم هفتگی هم برای ما وجود داره. پس بهتر هستش که در یورو دلار برای هفته آینده به امید خدا ما سلر باشیم. بریم سراغ جفت ارز بعدیمون و ببینیم که در جفت ارز بعدیمون چه اتفاقی رقم خورده و خواهد خورد. خب توی پوند دلار هستیم و کندل ماهانه ما 3 روز دیگه، 3 روز و 15 ساعت دیگه دقیقاً باقی مونده تا کندل ماه جولایمون بسته و ماه آگوستمون باز بشه. توی تایم فریم ماهانه 3 روز دیگه باقی مونده. اگر این قیمت بیاد به همین صورت بسته بشود میتواند یک ریتریس بسیار شدیدی رو به سمت پایین برای ما انجام بده، چون در تایم ماهانه ببینید قیمت نقدینگی های یکسان ساخت، نقدینگی های خط روندتور ساخته. اینا همه بایرها هستن که در این نقاط، بایرهای تکنیکالی هستن که در این نقاط بای زدن. پس اینا میتوانن تارگت برای ما باشن، علل خصوص که اینجا ما یه دونه اوردر بلاک ماهانه هم داریم که هنوز توسط قیمت پر نشده. پس این دیدگاه بلند مدت یا هولدر تورمون هستش که خیلی از دی تریدرز ها اینجا میتوانند معامله کنن. خب توی تایم فریم هفتگی بریم و ببینیم که در تایم فریم هفتگی ما اینجا چه چیزی رو داریم. توی تایم فریم هفتگی ما اینجا یه لحظه من گذشته چارت رو ببینم. خب در تایم فریم هفتگی ما اینجا چند تا منطقه برای خودمون داریم.
اوکی. منطقه اول ما این اوردر بلاک هفتگی هستش، منطقه دوم ما این اوردر بلاک هفتگی هستش که میتواند به بای زدن ما کمک کنه. بای زدن تا کجا میتونه برای ما پیش بره؟ تا این منطقه‌ای که برای ما وجود داره. ولی من سناریوی سل رو خیلی محتمل تر میدونم تا بای. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دقیقاً کندل هایی که بهتون گفتم رو شما در تایم هفتگی خیلی تر و تمیزتر میبینید که کجاها اومدم بای زدم و کجاها یه چنین کاری رو انجام دادم. پس حواسمون بهشون باشه. بریم سراغ تایم فریم روزانه و ببینیم در روزانه چه اتفاقی برای ما رقم خورده. توی روزانه هم قیمت اومده برای ما یک حرکت، حالا در روزانه اوردر بلاکی که برای ما وجود داره در سقف هستش، در منطقه پریمیوم هستش و یک منطقه گران فروشی و این اوردر بلاک بسیار بسیار میتواند برای ما مهم باشه. خب این اوردر بلاک چطور میتونه تست بشه؟ قیمت حرکت کنه به سمت پایین، این اوردر بلاک روزانه رو تست کنه بره به سمت بالا. نگاه کنید دقیقا قبل همین هم یه دونه نقدینگی براش ساخته شد. قیمت بره این رو تست کنه، حرکت کنه به سمت بالا، تست و ریزش پوند دلار برای ما شروع بشود. پس باید حواسمون باشه توی نواحی دنبال تاییدیه برای ورود کردن باش. بریم سراغ AUDUSD و ببینیم که در AUDUSD ما چه چیزی داریم. خب توی AUDUSD هم دقیقاً مثل یورو دلار و پوند دلار قیمت اومده عمل کرده و قیمت 3 روز و 15 ساعت دیگه میخواد تا این کندل به همین صورت بسته بشه و یک اوردر بلاک ماهانه به ما بده. قشنگ تارگت AUDUSD کاملا مشخص و از هرومن الشمس هستش. میبینید یه چنین چیزی رو. پس اینجا ما در AUDUSD میتوانیم یک سلر باشیم و بازار به حرکت بیریش خودش ادامه بده. توی تایم فریم هفتگی این هم غافل نشیم که در سقف هم دقیقاً نقدینگی ترند لاینی برای ما وجود داره. پس باید این هم ازش غافل نشیم. نگاه کنید یه چنین چیزی رو تو سقف هم یه چنین چیزی رو ما داریم. دقیقاً اگر بخوایم تکنیکالی هم بهش نگاه کنیم ببینیم که قیمت یک چنل قیمتی ساخته، یک بار یک نفوذ ریزی بهش انجام داده و بعد دوباره برگشته به داخل کانال. پس باید حواسمون بهش باشه. البته ما اینجوری نگاه نمی کنیم، ما دقیقاً اینطور نگاه میکنیم که ببینیم کجا استاپ ها هستش و ما چطور میتونیم توش معامله بگیریم. حالا اینجا رو ببینید توی تایم فریم هفتگی قیمت اومده به اوردر بلاک هفتگی خودش نفوذ کرده و یک اوردر بلاک هفتگی دیگه به ما داد. پس این رو به فال نیک بگیرید برای سل زدن. پس حواسمون بهش باشه. توی روزانه بریم ببینیم چه چیزی داریم و چه نقطه‌ای میتواند برای ما اوکی بشه. توی تایم فریم روزانه منطقه تمیزی برای ما وجود نداره که ما بخوایم توش معامله ای رو برای خودمون ست کنیم. عذرخواهی میکنم ببخشید. توی تایم فریم روزانه ما چیز خاصی نداریم که بخوایم این رو در نظرش بگیریم. خب در تایم فریم روزانه تنها منطقه‌ای که برای ما وجود دارد این منطقه اوردر بلاک است. دقیقاً می‌بینید مشابه پوند در اومد. قیمت بیاد یک نفوذی به این اوردر بلاک روزانه داشته باشه و حرکت کنه به سمت بالا. هرچند ما تو نواحیمون چه در جهت روند و چه خلاف جهت روند دنبال تاییدیه برای معامله کردن هستیم. پس حسابی بهش دقت داشته باشید. بریم سراغ USD عزیز و ببینیم که USD برای ما چه ساخته. هرچند که USD در این هفته ها مدام بولیش بوده. USD رو میبینید که داره حرکت میکنه به سمت نقدینگی های سقف و یورو دلار، پوند دلار و AUDUSD رو دیدید که داره حرکت میکنه به سمت نقدینگی های کف. پس این کورلیشن مخالف میتونه اهمیت بسیار زیادی برای ما داشته باشه تا ما بتونیم توشون دنبال موقعیت برای خرید یا فروش باشیم و قدرت تحلیل ما رو خیلی بالا میبره. و یادتون باشه اولین شرط موفقیت در مارکت
مارکاپ کردن چارت و تحلیل و آنالیز کردن هستش. زمانی که شما نتونید تحلیل و آنالیز کنید، خدای هر سبکی هم باشید، هیچ زمانی نمیتونید معامله ای رو برای خودتون انجام بدید. این رو همیشه از من به یادگار داشته باش. بریم سراغ تایم فریم هفتگی و ببینیم که در تایم هفتگی ما چه چیزی رو داریم. توی ماهانه که چیزی نداشتیم، توی تایم فریم هفتگی دقیقاً مخالف USD میبینید ما اینجا یه دونه اوردر بلاک هفتگی داریم. این اوردر بلاک هفتگی اوردر بلاک مهمی برای ما هستش. چرا؟ چون قیمت اومده نفوذ کرده به منطقه چند هفته گذشته خودش و یک اوردر بلاک هفتگی به ما داده. پس این اوردر بلاک هفتگی بسیار مهمه، هرچند که خیلی سخت هستش مثل AUD قیمت نفوذ کنه به اینجا و بره به سمت بالا. امکان داره هیچ وقت دیگه بر نگرده برای ما و این منطقه میتواند منطقه خوبی برای ما باشه. توی تایم فریم روزانه هم میبینید هیچ چیزی دیگه ما نداریم در USD CAD که بخوایم برای خودمون در نظرش بگیریم. البته به امید خدا توی هفته آینده و هفته های آینده من مناطق رو برای شما توی تایم های پایین تر از روزانه هم در کانال تلگرامی خودم حتما میذارم تا شما بتونید استفاده کنید. فقط حتما در صفحه تلگرام ما جوین بشید و تا بتونید از این مناطق استفاده کنید. در تایم روزانه دیگه چیزی نداریم، گفتم آپدیتش میکنم برای شما در کانال تلگرامی، پس حتما عضو باش. بریم سراغ آخرین جفت ارز که نمیشه گفت آخرین CFD ما که طلا هستش و بسیار بسیار برای بچه ها مهم هستش. 3 روز و 15 ساعت دیگه هم باقی مونده تا طلای عزیز ما ببینیم که چطور بسته میشه. توی تایم فریم ماهانه دقیقاً مشابه هم یه چنین چیزی رو ما داشتیم. بریم سراغ تایم فریم هفتگی و ببینیم در هفته گذشته چه اتفاقی رو برای ما رقم زد. توی تایم فریم هفتگی ما اینجا هیچ چیزی نداریم. نگاه کنید رفقا، یه نکته رو بهتون بگم. توی تایم هفتگی کندل رو ببینید، هم از بالا شادو، ارتفاع شادو تا بادی رو ببینید. با ارتفاع شادو تا بادی این کندل تقریبا برابر هستش. پس حواستون رو جمع کنید. یعنی اینجا جهت حرکت طلا فعلا مشخص نیستش. پس حواستون رو جمع کن. از طرفی قیمت از سقف در حال زدن نقدینگی هستش و از کف در حال انباشت نقدینگی هستش. میبینید یه چنین چیزی رو داریم. پس سناریوی سل فعلا محتمل تر هستش برای ما، ولی چه تضمینی وجود داره که دوباره توی این هفته آینده قیمت نره مثلا استاپای این سقف رو بزنه و اینجا هم یه چنین چیزی برای ما درست نشه. پس حواستون باشه توی نواحیتون علل خصوص تو طلا دنبال تاییدیه قرص و محکم بگرده که الکی استاپ نخورد. حیفه که استاپ بخورید و سرمایه خودتون رو با دستای خودتون داخل آتیش بریزید. خب توی تایم هفتگی چیزی نداریم. بریم سراغ تایم فریم روزانه. توی تایم فریم روزانه میبینیم که در طلا یه دونه اوردر بلاک روزانه ما اینجا داشتیم که این اوردر بلاک روزانه خودمون رو ریفاینش میکنیم و اینجا هم یه اوردر بلاک روزانه داشتیم، بازم یه اوردر بلاک روزانه خودمون رو ریفاین میکنیم. پس 2 تا منطقه ریفاین در طلا برای ما وجود داره که میتواند برای ما مهم باشه. تارگت ما کجا هستش؟ تارگت اول ما این اوردر بلاک روزانه هستش که اینجا وجود داره و تارگت دوم ما این سقف هایی که به صورت ترند لاین برای ما ساخته شد. پس حواستون باشه، خیلی خیلی مهم هستش که در نواحیتون دنبال موقعیت تر و تمیز باشید تا بتونید به امید خدا گینتون رو در هفته آینده برای مارکت بگیرید. دمتون گرم، مرسی که این ویدیوی ما رو لایک میکنید، برای دوستاتون میفرستید. حتما صفحه اینستاگرام ما رو فالو کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دمتون گرم، خدا قوت، مرسی از شما، خداحافظ.